سوسیالیستی جندولا بوده مقصد نهایی آن نیز برای زوراوری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان و برپا نمودن دولت خلافت می باشد. در دوره ماه سپتامبر سال 2014 در نتیجه عملی نمایی چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی امیر جماعت جنایی جندولا با بایار منصور مجیدویچ سالی تولدش 1978 ساکنی ناحیه پنجکین با 17 نفر مسلکانش دستگیر کرده شدند که ضمن قرارداد در مهاجرت مهنتی زیاده از 40 نفر شهروندان جمهوری تاجیکستان را برای قبول نمودن قسم به جماعت مذکور شامل نموده است. همچنین برخی از شهروندان به جماعت مذکور شامل کردهش را برای گذاشتن تیاری مخصوصی حربی و جنگی با اردوگاه‌های در خارج کشور قرار داشته جماعت جندولا فرستانیده است. با بایار منصور فعالیت جنایتکارانه خود را ادامه داده امرای اعضایان جماعت نقشه هجوم و تصرف سلاح و لوازمات جنگی قسم‌های نظامی در منطقه پنجکین جایگیر شده خشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی و وزارت مدافعه جمهوری تاجیکستان شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکین صادر نمودن ترکشات در نقب‌های استقلال و شهرستان را تعریضی نمودند. دلیل‌های آورده شده از آن شهادت می‌دهند که شماره این گروه‌ها در جامعه زیاد گردیده اکثریت جوانان ضمن قرارداد در مهاجرت مهنتی به این حزب و حرکت‌های افراطگرا شامل شدند. تشویش‌آور آن است که در حالت ناندیشیدن چاره‌های سری‌وقتی عاید پیشگیری نمودن این عمل نامطلوب وضعی به عمل آمده می‌تواند در نوبت اول به امنیت ملی و حفظ استقلالیت دولتی خطرهای جدی ایجاد نماید. از آموزش و تحلیل‌ها برمی‌آید که یکی از سبب‌های اساسی افزودن سطح گروه‌ها و رویه‌های دینی اکستریمیستی این کمسوادی درجه پس معرفت دینی و دنیوی جوانان است. از روی معلومات موجوده تا امروز زیاده از 200 نفر جوانان کشورمان با سبب کمسوادی دنیوی و دینیشان به گروه‌های افراطگرا شامل گردیده در محاربه‌های جنگی کشورهای خارجی اشتراک دارند. اکثریت کلی آنها حتی مکتب میانه را ختم نکرده و برای صاحب کسب گردیدن خود در آموزشگاه کسبی تکنیکی تحصیل خود را ادامه ندادند. در نتیجه از تحصیل بیرون و از کسب محروم گردیده با مقصد دریافت رزق روزی و مهاجرت مهنتی به خارج کشور رفته به صید دام افراد تندرو بیوطن و افراطگرا افتیدند. در نتیجه آنها گروهی جوانان را از مهر پدر و مادر و وطن عزیز و بیشتاسای خود دور ساخته کوشش رسیدن به هدف‌های ناپاک خود برانگیختن ناآرامی و بی‌ثباتی را در جامعه حقوق بنیاد دموکراتی و دنیوی مقصد اساسی خود می‌شمارند. محترم حاضرین، میخوام توجه شما را به مسئله دیگر جلب نمایم که و شامل شوی شهروندان از جمله ساکنان شهر و ناحیه‌های ولایت سوق و آزادی رویه دینی سلفیه وابستگی دارد. سعودی عالی جمهوری تاجیکستان با حلنامه خود از 8 دکمبر سال 2014 رویه مذهبی سلفیه را در قلمرو کشور به حیث اتحاد اکستریمیستی و افراطگرا اعتراف نمود. زیرا که مقصد این رویه از آشتیناپذیری نسبت دیگر مذهب‌ها و جای اول گذاشتن غایه جهاد، جهد و تلاش برای نابودسازی سیستم‌های دیگر ایدئولوژی و دینی و مذهبی با مقصد برقرار نمودن حکمرانی خلافت یگانه جهانی است. در نتیجه عملی نمایی چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی و عملیات‌های مشترک شهروندان توزیبای شهرت غفرانویچ سالی تولدش 1986 ساکن شهر خوجند، یحیی محی‌الدین یحیویچ سالی تولدش 1983 و حکیم نسیم برهانویچ سالی تولدش 1988 هر دو ساکنان ناحیه باباجان غفور دستگیر کرده شدند که در مؤسسه‌های دینی کشورهای خارجی غیرقانونی تحصیل و تعلیمات‌های دینی نسبت به مذهب امام اعظم مخالف آموخته بر رویه دینی سلفیه که مقصد نهایی‌اش برپا نمودن
دولت اسلامی خلافت می باشد شامل و از رهبران رویه مذکور برای تشویق و ترغیب غایه‌های دینی این رویه سپارش گرفتند. بعد بازگشت به جمهوری تاجیکستان با دستگیری مالیوی و مبلغ‌گذاری رهبران رویه دینی سلفیه عقیده‌های دینیشان را قوی گردانیده با مقصد پنهان نمودن غایه‌های رویه دینی مذکور یک قطار شهروندان ولایت سوخت را به صف خود شامل نموده برخلاف قانون جمهوری تاجیکستان درباره آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی در مسجدها و جایهای جمعیتی برای پنهان و عملی نمودن آن پیوسته کوشش‌ها به خرج دادند و این کردارهای آنها باعث پیدا گردیدن کینه و عداوت دینی و سر زدن مناقشه‌ها بین آنها و پیروان مذهب ایمان اعظم گردیده است. نسبت این شهروندان با دسترسی ماده 189 قسم 1 300 علاوه 3 قسم 2 کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز و در رفت تفتیشات پیشکی آنها 10 نفر اعضایان دیگر این رویه معین و دستگیر کرده شدند. حاضرین گرامی، از آموزش پرونده‌های جنایتی نسبت اعضایان اتحادیه‌های جنایی خصوصیت تروریستی و اکستریمیستی داشته، طرز و اصولهای جلب‌نمایی جوانان و آزادی این حزب و حرکت‌ها برمی‌آید که بر اثر مهاجرت بی‌تنظیم مهنتی و جای نداشتن اتفاقهای کسبه وطنی در خارج کشور رهبران حرکت‌های مذکور با وانمود ساختن خود همچون شخص ثوابجو مهاجران مهنتی را که دچار تنقیصی شدند و جای کار زیست موقتی و حتی کمک پولی تامین نموده پس از درآمدن به باوری وابسته به درجه سواد دینیشان به خواندن نماز دعوت می‌نمایند. سپس در اساس آموزش شخصیت، اراده و شرایط زندگانی دعوت شونده با آخران جهت‌های منفی حیات شهروندان در این دولت مبالغه کرده می‌شود. بعداً با نشان دادن نوارها عاید رفتار و مناسبت‌های غیر انسانی کارمندان مقامات‌های حفظی حقوق و قدرتی از قبیل ناعدالتی، بیرحمی و عذاب و شکنجه نسبت مسلمانان، تجاوز به ناموس زن‌های مکروه شدگان در جایهای ادای جزا نفرت آنها را نسبت به حکومت بیدار می‌سازند. بعداً مرحله به مرحله در شعور یک نامزد فکر و عقیده‌های افراط‌گرایانه برانگیخته شده آنها برای شامل شدن به حزب و حرکت‌ها مایل کرده می‌شوند و در مدت از 1 تا 2 ماه برای قبول نمودن بیعت به صف جماعت قبول و نزد آنها وظیفه‌های مشخص گذاشته می‌شوند. در نتیجه قبول شدگان مقصدی اساسی خود را برپا نمودن دولت اسلامی خلافت بزرگ می‌سازند. یکی از وظیفه‌های اساسی شخصان شامل شده سراول به این حزب و حرکت‌ها جلب نمودن اهل عائله و خویشاوندان نزدیک همسال و همدیگان خود بوده وظیفه دیگرشان به منفعت جماعت رسانیدن یاری مادی و جانی به حساب می شامل شدگان علایده باشند پس از تیاری مخصوص برای خودکشی صادر نمودن اکت‌های تروریستی نسبت خادمان دولتی و مقامات‌های قدرتی به صفت فدایی آماده کرده می‌شوند. محترم حاضرین، روند مهاجرت ملتی و پیشگیری شامل شوی جوانان به حزب و حرکت از رویه‌های دینی اکستریمیستی بیرون از مرز کشور فعالیت دستجوانانه و پرثمر هر فردی روشنفکر، والدین، آموزگاران، طبقه‌های مختلف جامعه و کل مقامات‌های حفظی حقوق را تقاضا می‌نماید. دعوت شما میهمانان گرامی، نمایندگان مقامات‌های مختلف دولتی، از جمله فعالان شهر و ناحیه‌ها، خادمان دین و دیگر شخصانی در تعلیم و تربیت و تشکل جوانان منفعت‌دار به کار کنفرانس امروزه پیش از همه به خاطر رسیدن به این هدف‌های مهم دولتی وسعت بخشیدن همکاری‌های سودمند در سمت تنظیم بخشیدن روند مهاجرت ملتی، امین داشتن نسل آینده‌ساز ملتمان از پدیده‌های نامطلوب شاملی به حزب و حرکت‌های تندروی دینی اکستریمیستی و اشتراک در عملیات‌های جنگی بیرون از مرز کشور که می‌تواند باعث کاسته گردیدن آبرو و نفوذ جمهوری تاجیکستان در عرصه بین‌الخلقی گردد روانه کرده شده است. بنابراین با مقصد رسیدن به این هدف‌ها در سمت تنظیم مهاجرت ملتی رهبریت ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت
سپارشی در پیام نوبتی خود به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان بیان نموده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان آیدی تا آخر سال جاری به حکومت مملکت پیشنهاد نمودن لایحه قانون درباره مهاجرت ملتی را سرمشق فعالیت همه روزه خود نموده عملی نمایی چاره‌بینی‌های زیرین را موافق مقصد می شمارد. از جمله با تسهیل حتمی فرا گرفتن هر یک ساکن نابالغ و جوانان شهر و ناحیه‌های ولایت بلند برداشتن سطح سواد و معرفتناکی دانش حقوقی آنها برگزار نمودن واخوری و صحبت‌ها و به سمع ساکنان شهر و ناحیه‌های ولایت رسانیدن معلومات عاید شامل شوی جوانان به آزادی و حرکت‌های افراطگرا در دوره مهاجرت ملتی و عاقبت‌های آن. برای چی ما در هر یک جماعت واخوری گذراندیم؟ در هر یک ناحیه شهر جماعت کیا در کفتگاه قرار دارند، کیا را دستگیر کردیم، کیا در کفتگاه رسمی قرار دارند، با نام، نسب، جای زیست و همه رسانیدیم. برای چی؟ دیگرها برای که آنها پیشه گرفتن نرسند. ما صورت‌های عکس‌هایی که در کفتگاه رسمی و اپراتیوی قرار دارند در نزد ما خدمات‌های شناسنامگی آویزانیدیم که جوانانی که با مهاجرت ملتی روند بینند که همسایه همدیه و ایز برکت شامل شده است با همون همکاری نکند، رفت آمد نکند، شامل نشود. این قدر کارهایی که به سامان رسانیدیم روانه کردیم در بعضی امروز رئیسای جماعت رئیسای محل هستند به طرف باز همین جوانای شهر و ناحیه‌ای که رفتند شخصایی که در کفتگاه رسمی قرار داشتند همونایی که میدانستند که همینا با این برکت‌های افراطگرا شامل گشتند باز جوانا با آنها همکاری کردند در مهاجرت ملتی. ما برای چی امروز همه را دعوت کردیم؟ برای آن دعوت کردیم که تربیت کنیم، پیش راش گیریم. خیلی که گفتم 311 نفر در 5 سال مبعثی شده است. 109 نفر دیگر در کفتگاه رسمی قرار دارد. کجا می روید؟ همین تربیت است، همین پیشگیری است. برگزار نمودن واخوری بیدار نمودن زیرکی و هوشیاری اهالی، پیشگیری نمایی سبب و برطرف نمایی شرایط‌های به شامل شوی شهروندان با آزادی و حرکت‌ها مساعدت کننده، جو نمودن نیروی جامعه شهروندی و اوستای اخبار عموم در تنظیم روند مهاجرت ملتی، تشکیل و گزاراندن صحبت واخوری‌های سودمند با طالب علمان مکتب‌های تحصیلات همگانی، لیسه و کالج‌ها، دانشگاه‌های عالی، ساکنان منطقه‌های مأموری و پامانده دادن مقصد و مرام رویه دینی سلفیه، حزب دینی اکستریمیستی حزب تحریر، اتحاد جنایی حرکت اسلامی ازبکستان، جماعت‌های انصارالله و جندالله، پیشگیری نمایی شامل شوی نابالغان و جوانان و آزادی این و حرکت‌ها. در حقیقت ما در واخوری‌ها در دانشگاه‌های عالی بعضی جوانان همون سلفیه را نمی‌دونند چیه، تاریخ پیدایش سلفیه را نمی‌دونند، حزب تحریر را بسیاری نمی‌دونند. در این ما پیشنهاد می‌کنیم که واخوری کردن در کار جوانان را گفتن در کار. کسی که ما تجربه‌ای که در وقتی تفتیش پرونده‌های جنایی شدن بعضی جوانان دین اسلام را نمی‌دونند. وقتی که سرکرده‌های سلفیه اونها را دعوت کرده از دین گفته سلفی میشه و باید نمی‌دونند، خیال می‌کنند که اسلامی درست همین سلفیه است. جوان است، دانش دینی که ندارد، خیال می‌کند همین. برای همین ما کارهای پیشگیری و واخوری‌ها بسیارتر کردن ما در کار که جوانان دانند. تشویق و ترغیب سیاست پیشگرفته حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت به تنظیم درآوردن مهاجرت ملتی، آموزش تجربه پیشقدم دولت‌های خارجی در مبارزه بر ضد تروریسم و اکستریمیسم. محترم اشتراکچیان کنفرانسیا، باوری دارم که تامین اجرایش درخواست‌های پیشنهاد نموده ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوق و توصیه‌های متخصصان اشتراکچیان کنفرانس امروزه برای موفق شدن به نشاندهنده‌های نظرات در سمت به تنظیم درآوردن مهاجرت ملتی، پیشگیری نمایی شامل شوی شهروندان و آزادی و حرکت‌ها و در همین زمینه پیشگیری نمایی جنایت‌های وزین دارای روند تروریستی اکستریمیستی مساعدت خواهم کرد. با دقتتان تشکر. سوال باشد برام.